که بعدی راهنما. ببین میدونم اینو واقعا میدونم، نه ما راهنما میزنیم نه کسای دیگه راهنما میزنن، آره قبول دارم، ولی ببین یه هفته بخوای بپیچی راست بپیچی چپ راهنما بزنی عادت میکنی. این راهنما خیلی چیز خوبیه. ببین الان مثلا من میخوام بپیچم راست، راهنما میزنم، اون بدبخت پشت سری تکلیفشو میدونه که باید بیاد از چپ من سبقت بگیره بره. میفهم چی میگم؟ یعنی راهنما زدن هم خودت به آرامش میرسی، هم ماشین پشتی تکلیفشو میدونه که چی کار بکنه. یه هفته با راهنما رانندگی بکنی یاد میگیری، عادت میکنی، دیگه میمونه تو ذهنت. ما انسان ها با تکرار یه مسئله میمونه تو ذهنمون. سعی کنید راهنما رو چندین مرتبه حتی به زورم که شده بزنید که بمونه تو ذهنتون که لاین میخوای عوض بکنی یا بپیچی راهنما بزنی.